آکادمی محسن صابری. درود بر بینندگان فرزانه. به یاد دارین که در 2 جلسه قبلی جستار مهندسی شگفتی در تجربه مشتری، جادوی لذت در انتخاب، گفته شد که آینده کسب و کار متعلق به آدماییه که بتونن بین دانش نظری و تجربه عملی پل بزن. پلی که ستونهاش رو 6 تا مؤلفه شامل نگاه اکوسیستمی، مدل‌های متقاعدسازی، اکوسیستم فناورانه، شخصی سازی، DNA برند و خلق نیاز مهندسی رفتار تشکیل میده. همچنین خدمتتون عرض کردم که اعتماد، احساس و شگفتی 3 ضلع مثلثی هستند که تجربه مشتری رو شکل میده. روی این موضوع هم تاکید شد که تجربه مشتری در مواجهه با انتخاب قابل مهندسی و از الگوی پیشبینی پذیری پیروی میکنه. لذا توی این مهندسی میتونین توجه رو به اعتماد و تمایل رو به اقدام تبدیل کنید. با بهره‌گیری هوشمندانه از اون 6 مؤلفه‌ای که خدمتتون عرض کردم، از هر برند میشه یک موجود زنده ساخت. برندی که نفس میکشه، حس داره، با مشتری خودش گفتگو میکنه. توی 2 جلسه قبلی و چند جلسه باقی مونده از این جستار میخوایم نشون بدیم چگونه این 6 مؤلفه مانند ستونهای قدرتمند پل ارتباطی ما رو به سوی آینده کسب و کارهای هوشمند نگه میداره. آینده‌ای که توی اون لذت در انتخاب حاصل مهندسی علمی احساس، داده و رفتار انسانی. شگفتی حس و تجربه مشتری دیگه تنها بر پایه احساس یا اعتماد بنا نمیشه، بلکه با درهمتنیدگی فناوری، تحلیل داده و شناخت عمیق روان انسان معنا پیدا میکنه. بنابراین جادوی لذت در انتخاب اون لحظه نابیه که مشتری تجربه رو حس میکنه، لبخند میزنه و دلبسته برند میشه، بی آنکه دقیقاً بدونه چرا. توی این شرایط لذت هنوز رنگی از جادو داره و حاصل همزمان احساس الهام و اتفاق و مهندسی شگفتی در طراحی آگاهانه لحظه هایی که در ذهن انسان ماندگار میشن، معنا پیدا میکنن. لحظه هایی که هم از جنس علمن و هم از جوهر احساس. مهندسی شگفتی به معنای ساختن تجربه هایی که ذهن انسان رو شگفت زده میکنه، اما با منطق داده، روانشناسی رفتار و طراحی دقیق مسیر مشتری. شگفتی دیگه فقط یک واکنش احساسی نیست، خروجی یک سیستم هوشمنده. سیستمی که احساس، ادراک و فناوری رو در هم میتنه و قطعاً در اینجا فناوری دیگه ابزار نیست، شریک هوشمند خلاقیت انسانی. به ما کمک میکنه تا هر تجربه رو با دقت، با شناخت عمیق از رفتار و نیاز مخاطب و با پایبندی به هویت برند خود بسازیم. جایی که برند دیگه فقط تجربه بیرونی نیست، بلکه به زیست درونی انسان بدل میشه. مشتری دیگه مخاطب برند نیست، همزیست برنده. احساس او بخشی از داده است، رفتار او بخشی از طراحی برنده و خاطرات او بخشی از حافظه جمعی برند. برند به بخشی از هویت روزمره او تبدیل شد و سازمان‌ها در مدل‌های کسب و کار خودشون از بازار رقابتی به زیست جهان اشتراکی مهاجرت کردند، به گونه‌ای که
موفق ترین برندها در این عصر هوشمندی اونایی هستند که به جای فروش زندگی می آفرینند. یعنی از جادوی لذت عبور کردن. جادویی که دیگه رازآمیز و تصادفی نیست، بلکه مهندسی شده، آگاهانه و علمیه. این برندها از مهندسی شگفتی گذشتن و وارد قلمرویی شدن که توی اون تجربه مشتری از سطح برند فراتر میره و به بخشی از زیست انسانی او تبدیل میشه. جایی که برند دیگه فقط فروخته نمیشه، بلکه زیسته میشه. بهره‌گیری از این 6 تا مؤلفه‌ای که خدمتتون عرض کردم در کنار فناوری به ما کمک میکنه تا این شگفتی رو همانند برندهای مطرح دنیا که از این روش استفاده میکنند بسازیم. اجازه میخوام مسیر تحول 4 لایه‌ای برند رو در یک تصویر ساده خدمتتون تقدیم کنم. لایه اول، لایه احساسی. توی این سطح برند از ادراک عبور میکنه و به احساس میرسه. احساس اعتماد، تعلق، احترام یا حتی غرور در مواجهه با برند شکل میگیره. پرسش کلیدی چیه در این لایه؟ برند من چه احساسی در ذهن مخاطب زنده میکنه؟ خب هدف در این لایه چیه؟ احساس و اعتماد. تجربه‌ای که احساسات رو درگیر میکنه و ابزار علمیش چیه؟ طراحی هیجانی و اقتصاد رفتاری. مثالش هم همطور که ملاحظه می‌فرمایید مثل کوکاکولا. لایه بعدی لایه ادراکیه. همطور که ملاحظه می‌فرمایید نقطه آغاز تماس ذهنی انسان با برند رو در این لایه ملاحظه می‌کنید. در این مرحله برند تصویر داره. یعنی با نشانه‌ها، رنگ، لحن و نمادها در ذهن مخاطب معنا میسازه. پس پرسش کلیدیش چی میشه؟ اینکه برند من چگونه دیده و تعبیر میشه. پس هدفش تو این لایه چیه؟ دیده شدن و معنا دادن. شکل گرفتن تصویر برند در ذهن مخاطب. ابزار علمیش نشانه شناسی و مثالهاش اپل، لوگو، طراحی بسته‌بندی آیکیا. لایه بعدی لایه رفتاریه. در این لایه که احساس به کنش تبدیل میشه. مخاطب رفتار خرید، تعامل یا توصیه رو بر اساس تجربه‌های گذشته و حس درونی انجام میده. پرسش کلیدی در این لایه چیه؟ برند من چگونه رفتار رو مهندسی میکنه؟ هدف در این لایه تبدیل احساس به کنش و اقدام. ابزار علمیش اصول متقاعد سازی که خدمتتون عرض کردم. مثال برندش آمازون. چه کار کرده؟ ساده سازی خرید کرده. مثال بعدیش نتفلیکس. چه کار کرده؟ پیشنهاد محتوا داده. و بالاخره لایه زیستی و جمعی. این لایه بالاترینه. جاییه که برند با هویت انسانی در هم تمیده میشه. دیگه فقط یه محصول نیست، بلکه به الگوی زیستن تبدیل میشه. نمونه‌های بارزش آیکیا که با مفهوم زندگی ساده و طراحی شده خودشو نشون داد و نتفلیکس با آزادی انتخاب محتوا و اسپاتیفای با شخصی سازی احساس. در این لایه پرسش کلیدی اینه: آیا برند من انسان را در مرکز جهان خود می‌بیند؟ در این لایه هدف چیه؟ اینکه برند به بخشی از زندگی و هویت مشتری تبدیل میشه. ابزار علمی، طراحی اکوسیستم انسانی. برندهای بزرگی مثل آیکیا، دولینگو، نتفلیکس، اسپاتیفای، هلوفرش، اولو آپرون، استارباکس، نایک، لوی اشترافس، لگو، نوم، مستر کلاس و غیره ثابت کردن که با ترکیب 6 مؤلفه‌ای که خدمتتون عرض کردم تونستن از هر تعامل ساده تجربه فراموش نشدنی بیافرینن. تجربه‌ای که نه تنها دیده میشه بلکه در ذهن و رفتار مشتری درونی سازی و ماندگار میشه. نشون دادن که عصر جدید کسب و کار
عصر طراحی لحظه‌های انسانی با ابزارهای فناورانه. این برندها فهمیدن که اگه بخوای در ذهن مشتری جاودانه بشی باید احساس او رو به زبان علم ترجمه کنی. در عصر هوشمندی برند موفق اونی نیست که دیده میشه، اونیه که زیسته میشه. برند موفق اونی نیستش که مشتری ازش میخره، اونیه که مشتری باهاش زندگی میکنه. برندهای آینده دیگه محصول نمیفروشن، معنا میسازن و زیست مشترک خلق میکنن. اینجایی که مهندسی شگفتی به بلوغ میرسه. شگفتی از این که انسان و برند به زبانی مشترک برای گفتگو با آینده دست پیدا میکنه. بعد از این مقدمه نسبتاً طولانی میپردازیم به ادامه بررسی مؤلفه های باقی مانده از 6 تایی که خدمتون ابتدای این نشست عرض کردم. در 2 نشست قبلی ما 2 مؤلفه رو بررسی کردیم. یکی نگاه اکوسیستمی و یکی مؤلفه متقاعدسازی. عرض کردم در مؤلفه متقاعدسازی 3 مدل وجود داره که من مدل چالدینیش رو خدمتون تقدیم کردم. امروز میپردازم به مدل AIDA از مؤلفه متقاعدسازی. خب همینطور که ملاحظه میکنید مدل AIDA مخفف 4 کلمه است: attention، interest، desire و action. توجه، علاقه، تمایل و عمل. ما تو دنیایی زندگی میکنیم که سیل اطلاعات هر لحظه ذهن ما رو داره چیکار میکنه؟ پر میکنه. اگه بخوایم پیام یا محصولی دیده بشه قبل از هر چیز باید چه کار کنیم؟ باید توجه مخاطب رو جلب کنیم. attention. فناوری ابزارهایی در اختیار ما گذاشته که میتونیم به کمک اونها توجه، علاقه، تمایل و عمل رو به شکل دقیق، شخصی سازی شده و حتی خودکار هدایت کنیم. مثلا تبلیغات هدفمند در گوگل از طریق الگوریتم ها، نوتیفیکیشن ها، ویژگی های بصری، واقعیت افزوده. این ابزار لحظه ای رو فراهم میکنند که در ذهن مشتری یه چیزی برق میزنه. چیه اون؟ مشتری با خودش میگه این موضوع به من ربط داره. برای جلب توجه باید متفاوت بود. باید از شگفتی، تصویر یا حتی یک پرسش غیر منتظره استفاده کرد. این درست همون لحظه‌ایه که چشما باز میشن و گوشا دقیق میشن. اما جلب توجه کافی نیست. بعد از اون باید وارد مرحله علاقه بشیم. اینترست. مثلا ایجاد علاقه با محتواهای شخصی سازی شده توی نتفلیکس، توی یوتیوب. قوقا کردن. یا مثلا گیمیفیکیشن در اپلیکیشن دولینگو که با بازیگونه کردن یادگیری زبان علاقه رو پایدار ساخته. یا روندهای ترند شده در مثلا تیک تاک با الگوریتم فور یو پیج که علاقه ایجاد میکنه. چرا؟ چون کاربر دقیقاً چیزی رو میبینه که دوست داره. یا تسلا، اپل که از طریق داستان پردازی برند محصول رو فقط معرفی نمیکنن بلکه یک داستانی از آینده بهتر میسازن. پس موضوع فقط ایجاد یک هیجان گذرا نیستش. ما به گونه‌ای داستان سرایی میکنیم که بتونیم میان نیازهای واقعی فرد و محتوای مربوط به خودمون ارتباط پایدار و وفادارانه ایجاد کنیم. وقتی مخاطب احساس کنه شما مسئله‌ای از او رو میفهمید و براش پاسخی دارید، علاقه‌مند میشه که بیشتر بدون. در مرحله بعد باید این علاقه رو تبدیلش کنیم به تمایل، دیزایر. برانگیختن تمایل با مهندسی کمیابی و داستان پردازی برند. اینجایی که محصول باید از جالب بودن به ضروری یا خواستنی بودن تبدیل بشه. اپل با محدود کردن عرضه آیفون جدید صفای خرید ایجاد میکنه. این میشه مثال کمیابی. دوستاتون عضو شدن، شما نمیپیوندین؟ این مثال برانگیختنه. با تحریک از طریق ایجاد ترس و از دست دادن هم میشه این تمایل رو به وجود آورد. پیام کمپینگ های فروش مثل دیجیکالا، مثل آمازون.
قبلا گفتم فقط تا امشب. بنابراین علاقه به خودی خودش زیبایه، اما کافی نیست. ما باید به مخاطب نشون بدیم که این محصول، این خدمت، این ایده دقیقاً همون چیزیه که میتونه زندگی رو بهتر کنه، میتونه لذت بیشتر بهش بده یا مشکلی رو براش حل کنه. تو این مرحله تصویر آینده‌ای روشن رو براش باید ترسیم کنیم. آینده‌ای که مخاطب توی اون با استفاده از این راه حل آرامتر، موفقتر یا خوشحالتر. و بالاخره همه این مراحل باید به اکشن ختم بشه. اگر به آمازون توجه بفرمایید، خرید رو فوق‌العاده آسون کرده. خرید با یک کلیک. همین حالا نصب کن، اکنون ثبت نام کن، دیجیتالی پرداخت کن. یا مثلا اسنپ میاد چیکار میکنه؟ سیستم های امتیازدهی میده، تخفیف میده، اعتبار میده، امکان خرید از جاهای مختلف رو براتون فراهم میکنه بدون پرداخت پول. خب این همه باعث میشه که شما با دفعه بعد هم سراغش میشید. پس اگه مخاطب توجه بکنه، علاقه‌مند بشه، تمایل پیدا بکنه ولی هیچ اقدامی نکنه، شما یه چرخه ناقص رو طی کردید. بنابراین باید دعوت به عمل رو روشن، ساده و عملی انجام بدید. همین امروز ثبت نام کن، همین حالا امتحان کنید، گام اول رو همینجا بردارید و الی آخر. پس عمل میشه نتیجه طبیعی 3 مرحله قبل. پس اگر به درستی هدایت نشه، ممکنه که این چرخه به دلیل نقصش هیچ اتفاقی رو برای برند شما رقم نزنه. مدل AIDA مثل یک نقشه‌ایه که مسیر حرکت ذهن مخاطب رو از یک جرقه اولیه تا اقدام نهایی به تصویر میکشه. اگه این مسیر رو بشناسیم، میتونیم پیام‌های خودمون رو نه تنها شنیدنی بلکه اثرگذار و تغییر آفرین کنیم. مدل AIDA دیگه یه خط مستقیم ساده نیستش. این مدل با استفاده از الگوریتم‌ها، کلان داده‌ها و هوش مصنوعی به یک چرخه پیوسته تبدیل شده. کاربر هر بار که خرید میکنه داده‌ای تولید میکنه. الگوریتم این داده رو تحلیل میکنه تا مرحله توجه و علاقه بعدی دقیق‌تر بشه. تمایل از طریق مقایسه اجتماعی و کمیابی تقویت میشه. اقدام با ساده ترین مسیر و کمترین اصطکاک انجام میشه. پس AIDA فقط یک مدل بازاریابی نیست. نقشه مسیر ذهن مشتری از توجه تا تعلق. خب عزیزان من، برای پرهیز از خستگی شما همراهای فرزانه اجازه میخوام صحبتم رو اینجا به پایان برسونم و 3مین مدل از مدل‌های علمی متعلق به مؤلفه متقاعدسازی رو، یعنی مدل روایت سازی، در جلسه آینده پیشکش نگاه عالمانه شما کنم. لطفاً در نشست بعدی هم مثل این نشست و سایر نشست‌های قبلی همراه هم باشید تا در کنار همدیگه با مرور روش‌های علمی که برندهای جهانی در تجارت پیش گرفتن بیاموزیم چگونه میشه از علم رفتار پلی به سوی تجربه‌ای ساخت که مشتری اونو نه تنها درک کنه بلکه به طور عمیق تجربه کنه، درونی سازی کنه و در ذهن و رفتار خودش بازآفرینی و تثبیت بکنه. چو کوشش نباشد تن زورمند، نیارد سر آرزوها ببند. در کار خویش نیکبخت و کامروا بمانید. بدرود. آکادمی محسن صابری